به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خداوند هستی بخش، به نام خداوند زیبایی آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان همراهان همیشگی، شماهایی که عاشق ژله ها و دسرهای خوشمزه فرمند هستید. بسیار خرسندیم که مجدد فرصتی دست داد تا در خدمت شما عزیزان و همراهان گرانقدر باشیم. این سعادت امروز نصیب بنده شده. ارادتمند شما، من رضا قاسمی هستم، عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنایع غذایی فرمند که در خدمت جناب آقای مهندس سعید افخمی هستیم، ناظر اداره کل سازمان بازرگانی، که قرعه کشی دور دوم جشنواره این ژله رو طلا بگیر رو در خدمتتون باشیم و قرعه کشی بکنیم. همونطور که اطلاع دارید 100 سکه ربع بهار آزادی جایزه این دوره هست. 3 دوره این قرعه کشی انجام شد. دوره اول 100 سکه، امروز 100 سکه دیگه و دور سوم ان شاء الله در اواسط و یا اواخر اردیبهشت ماه سال 1403 انجام خواهد شد. میدونم که اطلاع ندارید ولی خوبه که خدمتتون عرض کنم همراهی شما همیشه ارزنده بوده برای ما، همیشه ارزشمند بوده. 1,257,453 نفر یا این تعداد برای ما SMS اومده که امروز انشالله این 100 نفر رو ما قرعه کشی بکنیم، جایزه هاشون رو بهشون بدیم، انشالله همیشه لبشون خندون باشه. خیلی منتظرتون نمیگذارم، میریم با نظارت جناب آقای سعید افخمی قرعه کشی امروز رو انجام بدیم. با توجه به اینکه ما تایم چندانی نداریم که بخوایم تمام این 100 نفر رو قرعه کشیشون امروز انجام بدیم، 1 نفر رو انشالله امروز در حضور شما عزیزان انجام میدیم و ما باقی رو در حضور جناب آقای افخمی و به صورت طبق فرمول عدد گام انجام میدیم و انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب همونطوری که عرض کردم ما از طریق گردونمون اولین برنده خوششانس امروز رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. یک بار دیگه بچرخونم که این اعداد بله. خب از عدد یکان سمت راست شروع میکنیم. عدد اول ما شماره 5. شماره 5 عدد اولمون هست که من اینجا میگذارم. میریم سراغ شماره بعدی. شماره 2. شماره 2. شماره دوم. شماره سوم عدد 6. شماره بعد عدد 1. شماره بعدی مجدد عدد 6. شماره بعدی 0 و شماره آخر که ما یه 0 داریم یه 1 که این هم عدد 0 در اومد. خب دوستان منتظریم که برنده خوششانس ما رو که اولین نفر در سری دوم قرعه کشی برنده 1 ربع سکه بهار آزادی شده است انشالله معرفی کنیم. در خدمتتون هستیم. خب شماره 61625 اولین برنده خوششانس دور دوم جشنواره این ژله رو طلا بگیر. بریم ببینیم کدوم از دوستان ما، همشهریان ما یا هموطنان عزیزمون هستن که انشالله جایزه رو تقدیم حضورشون بکنیم. دوستان عزیز، در لیست که شما مشاهده میکنید اسامی 100 برندمون هم آمده. این رو هم میتونید ببینید، شاید شماره‌های خودتون رو بتونید پیدا بکنید که انشالله خیلی زود با شما تماس حاصل خواهیم کرد و انشالله جایزه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بریم به سراغ شماره موبایل دوست عزیزی که اولین نفر خوششانس ما بودن. من شماره موبایلشون رو میگیرم، با ایشون صحبت خواهیم کرد و ببینیم که چه خواهد شد. الو. سلام عرض شد. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ ممنونم. حاج خانم مثل که من بد موقع مزاحمتون شدم. شما؟ من قاسمی هستم از شرکت صنایع غذایی فرمند. شما در قرعه کشی طرح این ژله رو طلا بگیر شرکت کرده بودید؟ ژله؟ بله ژله یا دسرهای فرمند. بله. بزرگوارید. بعد موقعی که زنگ نزدم که.
نه بفرمایید. خب بسیار خوب. من الان میخوام صبح اول صبح یه خبر خوب به شما بدم، حال دلتون رو بهتر بکنم که انشالله امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. شما برنده خوششانس 1 ربع سکه طلای ما شدید و توی قرعه کشی فرمند برنده شدید. میتونید توی اینستا هم ما رو ببینید. انشالله خیلی زود دوستان با شما تماس میگیرن و سکه‌تون رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. انشالله خدا دل شما رو هم خوش کنه. خیلی بزرگوارید. انشالله که ما از این بعد زنگ بهتون میزنیم صدای شما رو خیلی قبراق‌تر و سرحال‌تر بشنویم. متشکرم. فرمایشی ندارید. زنده باشید. ما آرزوی سلامتی براتون داریم خانم. سلامت باشید. بسیار خوشحال شدم. ببینم اسم کیه؟ شما بفرمایید اسمتون رو. شما فقط اگر بسته ژله‌ای که برای ما قرعه کشی کردید رو نگه داشتید، شما بچه‌ها باهاتون تماس میگیرن، اون بسته رو نگه دارید، هنگامی که میخوان سکه رو به شما بدن اون بسته رو حتما تقدیم دوستان ما بکنید. باشه. به اسم خانم یا آقاست؟ من اسمشون رو نمیدونم ولی با شما تماس خواهند گرفت و قطعا به شما اطلاعات کامل رو بهتون میدن. ممنونم. بزرگوارید. خیلی خوشحال شدم خانم. خدا نگهدارتون. خب بسیار خوب. مثل که خیلی خوش موقع با این دوستمون تماس نگرفتیم ولی خب خدا رو شکر که خبر خوبی رو بهشون دادیم و امیدواریم که جایزه‌های بعدیمون هم خوشحال‌تر از ایشون به نظر بیان و انشالله کل. خب بریم به سراغ یکی دیگه از برندگان خوششانس امروزمون. شماره تلفن ایشون با 0913 شروع میشه. حالا ببینیم ایشون اصفهانی، کرمانی و یا یزدی. میگیریم موبایلشون رو 0913، بقیهش رو نمیگم، 6847. بسیار سلام عرض شد. سلام. حال شما چطوره خانم؟ خیلی ممنون. بنده قاسمی هستم از شرکت صنایع غذایی فرمند. شما خوب هستید؟ خیلی ممنون. میتونم فامیلی شما رو هم بپرسم؟ طاووسی. خانم طاووسی. خانم طاووسی از کدوم شهر از ایران عزیزمون هستید؟ از نیکاباد. نیکاباد میشه کدوم استان؟ نیکاباد اصفهان. اصفهان. خب حالتون چطوره؟ نصف جهان درسته؟ بله. میگم اصفهان نصف جهان. بله خانم ایشالا که تندرست باشید. شما تو قرعه کشی این ژله رو طلا بگیر شرکت کرده بودید؟ کد روی بسته رو فرستاده بودید؟ بله. درود بر شما. اون بسته ای هم که ژله‌شو خریده بودید الان پیش خودتون نگه داشتید؟ بله. بسیار خوب. اگر ما امروز به شما بگیم برنده 1 ربع سکه بهار آزادی شدید، نظرتون چیه؟ باورم نمیشه. باورتون نمیشه؟ خانم پس باورتون بشه ایشالله که تمام سکه یه روز ببرید، ایشالله که روز تو قرعه کشی‌های مختلف بلکه ماشین ببرید. به هر حال خوش شانس ما بودید. این قرعه کشی انجام شد. بچه‌ها فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه با شما تماس میگیرن، آدرستون رو میگیرن، انشالله سکه رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خانم خیلی مبارکتون باشه. انشالله که همیشه لبتون خندون و انشالله همیشه همراه فرمند باشید. خیلی خوشحال شدم سرکار خانم. بزرگوارید. زنده باشید خانم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب بریم به سراغ یکی دیگه از برندگان خوششانس دور دوم این ژله رو طلا بگیر. خوششانس بعدیمون با شماره 0916 شروع میشه. من شماره ایشون رو بگیرم، روی آیفون میزنم، با ایشون صحبت میکنم و انشالله ببینیم که از کدام نقطه از ایران زمین عزیزمون هستن. سلام عرض شد. سلام بفرمایید. حال شما خوبه خانم؟ مرسی متشکرم. من قاسمی هستم از شرکت صنایع غذایی فرمند. بله. شما تو مدرسه تشریف دارید؟ بله اگه اجازه بدین یک چند لحظه من برم. بله یه جایی برید لطفاً، یه خورده‌ای صداتون به ما برسه. یه لحظه. چه درست هم حد زدیم که ایشون مدرسه بود. الو. خب سرکار خانم خوب هستید؟ بله مرسی متشکرم. زنده باشید. من میتونم فامیلی شما رو بپرسم؟ مزگی نژاد هستم. خانم مزگی نژاد. خانم مزگی نژاد. از کدوم شهر هستید سرکار خانم شما؟ من زاهدان.
زاهدان، استان سیستان و بلوچستان. بله. بسیار خوب، بسیار خوشحالیم خانم. شما توی قرعه کشی این ژله رو طلا بگیر فرمند شرکت کرده بودید، کد فرستاده بودید؟ بله درسته. اون بسته ای که کد روی محصول رو فرستادید، بسته رو شما خدمتتون دارید؟ بله دارم. بسیار خوب. پس ما هم با افتخار اعلام میکنیم که شما برنده یک ربع سکه بهار آزادی شدید و انشالله در کوتاهترین زمان انشالله خدمتتون ارسال خواهیم کرد. خیلی ممنون. بزرگوارید. عرضم به خدمت شما معلم هستید سرکار خانم؟ بله بله. بسیار خوشحال شدم. سلامت باشید. متشکرم. سپاسگزارم خانم. تشکر لطفتون. خیلی ممنون. ممنون. متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بریم به سراغ یکی دیگه از برندگان خوششانس دور دوم طرح جشنواره این ژله رو طلا بگیر. شماره ابتدا کدش با 0912 0 مابقیش رو دیگه من خدمتتون نمیگم، فقط شماره ایشون رو میگیرم و میزنم روی اسپیکر تا صدای ایشون رو هم بشنویم. سلامت شد. حال شما خوبه خانم؟ بله سلامت باشید. شما خوبید انشالله. من قاسمی هستم از شرکت صنایع غذایی فرمند. حال شما خوبه؟ ممنون. سلامت باشید. میتونم فامیلی شما رو هم بپرسم؟ نه والا خدا من با کسی کار ندارم. سرکار خانم شما برنده قرعه کشی ما شدید. الو؟ بله بله بله، فرصت بدید، من که معرفی کردم خودم رو، چرا شما بخواید قطع بکنید؟ شما ژله از ما خریدید اخیراً؟ بله بله. یه کدی هم روش بوده برای ما SMS کردید؟ درسته. خب پس چرا دیگه ناراحت میشید؟ پس چرا میخواید قهر کنید از ما؟ ما که با روی باز تماس گرفتیم خدمت شما و امروز روز سه‌شنبه به شما یک خوشخبری بدیم که شما برنده یک ربع سکه طلا از شرکت فرمند شدید. عزیز ما، شما از کدوم شهر هستید خانم؟ ما کرجیم. کرج هستید. بسیار. میتونم سنتونم بپرسم؟ البته میگن از خانم‌ها سنشون نپرسید ولی ما جسارت میکنیم میپرسیم. من سنم 52 سال. زنده باشید، خدا ان شاءالله عمر 100 ساله بهتون بده. اگر صحبتی دارید، اگر از حس و حالتون بخواید برای ما بگید، ما بسیار خوشحال میشیم بشنویم. خب من خیلی خوشحال شدم، دستتون در نکنه، واقعا خوشحال شدم. خدا رو شکر. ان شاءالله که همیشه خداوند شادی به دل شما ان شاءالله عطا کنه. بزرگوارید سرکار خانم. بزرگوارید. قربون محبتتون. ببخشید این مثلا سکه رو چجوری ما تحویل میگیریم؟ بچه‌ها با شما تماس میگیرن، نحوه ارسال یا اینکه خودتون بخواید بیاید تحویل بگیرید رو ان شاءالله خدمتتون عرض می‌کنیم. دستتون در نکنه. خیلی خوشحال شدیم. خیلی مبارکتون باشه. ممنون. ارادت داریم. زنده باشید. ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب ایشون مثل اینکه با ما می‌خواست قهر بکنه ولی خوشبختانه یه جوری نگهشون داشتیم. مبارکشون باشه. امیدواریم که همیشه تنشون سالم و دلشون خوش باشه. خب دوستان، اینم از قرعه کشی دور دوم ما و اما تا قرعه کشی دور سوم خیلی فرصتی نداریم. شما تا پایان فروردین میتونید کد قرعه کشی روی محصولات انواع ژله و دسرهای فرمند رو برای ما SMS کنید. دوستان عزیز، هیچ توضیحی نیاز نیست توی SMSتون یادداشت بفرمایید، فقط کد محصول رو SMS بکنید کفایت میکنه. ضمناً اگر چند محصول دارید همه کدها رو یک جا ارسال در یک SMS ارسال نکنید. هر SMS بابت یه دونه کد باشه که انشالله شانس برنده شدنتون رو ببره بالا. ایام نوروز به کامتون باشه. امیدوارم که کلی دسرها و ژله های فرمند رو نوش جان بکنید و کدهاشو بفرستید که هم بتونید شانس قرعه کشی بیشتری رو برای خودتون ایجاد بکنید، همین که انشالله از این به بعد تو همه قرعه کشی‌ها برنده همیشه باشید. سپاسگزارم.